الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. برادر سوال نمودند که موضع هایی که در آن موضع رفع الیدین کرده می شود به ما بیان بکنید. یعنی در چند جای رفع الیدین کرده می شود و در یک نماز 4 رکعته چند بار رفع الیدین کرده می شود. بارک الله فیکم. در یک نماز 4 رکعته 10 بار رفع الیدین کرده می شود. اولین رفع الیدین وقتی که الله اکبر میگوید، تکبیر احرام برای شروع کردن نماز شروع میکنید که این تکبیر احرام رکن نماز است و برداشتن دست سنت است. وقتی نماز رو سر کردن الله اکبر میگید، وقتی نماز رو شروع کردن دست رو میبردارید. البته به گوش رسانیدنش بدعت است و از سنت ثابت نشده است. این اولین مکان. دومین جایی که دست رو میبردارید، موضعی که دست رو میبردارید، پیش از رکوع رفتن الله اکبر گویان دست رو میبردارید، رفع الیدین میکنید، به رکوع میروید. سومین جاش سمع الله لمن حمیده گفته وقتی که بالا میشوید دست رو میبردارید. چهارمین جاش برکعت دوم وقتی که رکوع میکنید الله اکبر باز دست رو میبردارید. پنجمین جاش وقتی که از رکوع برداشت میشوید درست میشه سمع الله لمن باز میبردارید. 5. و ششم جاش وقتی که به تشهد اول در بعد از دومی رکعت تشهد اول میشینید، از تشهد اول الله اکبر گفته راست میشوید، در حالت راست شدن به سومی رکعت باز دست رو یک بار میبردارید، رفع الیدین میکنید که این میشود ششم. و هفتم جا وقتی که رکوع میکنید بار دیگر برکت سوم سمع الله لمن حمیده میگید 8 بار. و نهم و دهم باز رکوع پیش از رکوع و بعد از رکوع که در چهارمین رکعت آخرین رکعت کرده میشود. این 10 رفع الیدین به سنت صحیح ثابت شده است و روایت از ابن عمر رضی الله عنهما است که امام بخاری و مسلم روایت میکنند. ابن عمر رضی الله عنه میگویند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کان النبی صلی الله علیه و سلم اذا کبر تکبیرة الاحرام رفع یده. رسول الله هر وقت که تکبیر احرام میکردند و به نماز میدرمدند دستشون رو میبرداشتند. و اذا رکع رفع یده و در بعضی روایت ها اذا اراد ان یرکع دیگه است، یعنی وقتی که رکوع میکردند دست رو میبرداشتند. در بعضی روایت وقتی که میخواستند که رکوع کنند اول دست رو میبرداشتند رکوع میکردند. هر دوش یک معنی است. و اذا رفع راسه من الرکوع رفع یده، زمانی که دست از رکوع راست میشدند باز دستشون رو هر دوش رو میبرداشتند رفع یده. و هر وقتو که اذا قام من تشهد الاولى رفع یده، زمانی که از تشهد یکم میخستند و راست میشدند الله اکبر گویان دستشون رو میبرداشتند. این 4 موضعی که تمام علما اقرار میکنند و به سنت صحیح ثابت است. 4 موضع در 4 مکان: در اولی نماز، پیش از رکوع کردن، بعد از رکوع و در حالتی از تشهد اول خستن به سوم رکعت. 4 موضع. اما این 4 موضع رو هر وقت که حالتش می آید شما تکرارا عملا اجرا میکنید. مثلا هر باری که رکوع کردنی شدید، رکوع پیش از رکوع کردن باید رفع یدین کنید. هر باری که از رکوع خستید باید رفع یدین کنید. اما بعضی برادرها غلط فهمیدند این مسئله رو، به من سوال نمودند که میگویند یعنی فقط در 4 رکعت 4 بار رفع یدین کنید شد، یعنی در رکعت اول پیش از رکوع رفتن و از رکوع اومدن، اما در دیگر جا نه، که البته این غلط است، این فهمش غلط است. یعنی هر باری که شما رکوع میکنید پیش از رکوع کردن رفع یدین میکنید. نمازتون 2 رکعته از 4 رکعت فرق نیست. هر رکعت هر باری که رکوع میکنید هر باری که از رکوع میخیزید. اما از تشهد فقط تشهد دوم، از تشهد دوم وقتی که خستید در نماز مثلا ظهر یا که عصر یا که شام یا که خفتن. بارک الله فیکم. و همین حدیث صحیح به ما کافی است. یک حدیث به ما کافی است. حدیث ابن عمر متفق علیه بخاری و مسلم روایت میکنند و در سنن و مسند حدیث ها بسیار است، ابو داود، ترمذی و غیره. و البته بعضی از سخن ها آمده است که بعضی ها در از هر یک باری که از سجده بالا میشید رفع نمیکنید. این سخن های باقی مانده ضعیف است، دلیلش ضعیف است. و همین قول اتفاق جمهور علما و این قول صحیح موافق مذهب محدثین و موافق حدیث صحیح قوی که
علمای محدثین بیان کردند. بارک الله فیکم. و باقی مانده نمودهایش ضعیف است. بارک الله فیکم. این مختصرا بود.